الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله، اما بعد. سوال آمده است که فرض و سنت های نماز را به ما ذکر بکنید. بارک الله فیکم. البته قول راجح این است که در نماز نه فقط فرض و سنت بلکه رکن و واجبات و سنت ها وجود دارد. البته فرق رکن و واجب این است که رکن عمل هایی است که هیچگاه ساقط نمی شود، نه عمدن، نه سهوا، نه در حالت فراموشی و نه در حالت قصدن ترک کردنش جایز نیست، بلکه لازم است که حتما رکن به جا آورده شود. اما واجب در حالت فراموشی اگر ترک شود، در حالت فراموشی ساقط است و سجده سهو کرده می شود. اما در حالت ترک شدن رکن سجده سهو کرده نمی شود، بلکه نماز باطل است. نماز را از گشته می خوانید، فراموش کرده باشید هم فرق ندارد، یا قصد باشد هم البته. و بعد از این سنت ها وجود دارد. بارک الله فیکم. البته سنت ها را علما به سنت های قولی سخنی نماز و سنت های فعلی تقسیم نمودند. سنت های قولی را بعض از علما 17 تا و سنت های فعلی را به 25 26 تا ذکر نمودند. رکن های نماز چند تاست؟ یعنی رکن هایی که رکن یعنی عمل هایی که هیچگاه در یگان حالت ترک کردنش جایز نیست، در حالتی که انسان قادر به همون عمل است. یعنی در حالتی که انسان قادر است، سالم است، همون عمل را انجام داده میتواند، پس ترک کردن این عمل در این حالت نه در حالت قصدن و عمدن و نه در حالت فراموشی جایز نیست. انسان بناگاه فراموش کند هم نماز را از گشته میخواند، زیرا که نماز باطل شد در حالتی که قادر به همین عمل بود. اولین رکن نماز البته این یکی اش قیام در نماز است به کسی که قادر است. اولا میگیم که رکن در نماز، ارکان نماز 14 تاست. یکمینش قیام کردن در نماز به انسانی که قادر است، یعنی انسانی که سالم است، درست است، راست ایستاده میتواند، قائم شده میتواند در نماز، باید راست بیستد. در حالت توانایی کسی که در نماز راست نمیستد نمازش باطل است. بعد از این تکبیر احرام، تکبیرت الاحرام، این کلمه است که در اولی سر شدن نماز میگید الله اکبر. گفتن همین کلمه برای انسانی که البته زبان دارد، گنگ یعنی که میگیم نیست، زبان گنگ نیست و الله اکبر را گفته میتواند، البته این چی است؟ رکن است. کسی که ترک میکنه نمازش باطل است. سومش قرائت فاتحه. البته مسئله قرائت فاتحه رو ما در سوالهای دیگر گفتیم. در حالت جهری امام اگر اقتدا کرده باشد بلند خواند نمیخونید و امام اگر پست خواند در حالت پستی میخونید. در 4 رکعت خوانده میشود. و چهارمینش رکوع. کمترین وقت رکوع این است که انسان 3 بار تسبیح بگوید. بارک الله فیکم. و در رکوع باید راست شود، همه ستمرش راست بشود. و این چنین بالا شدن از رکوع، راست شدن از رکوع. پنجمینش، ششمینش اعتدال قائم، یعنی در حالت از رکوع برداشت شدن، بعد اعتدال مثل پیشتر راست ایستادن، زیرا که اگر راست نایستاده باز به سجده برود در این حالت نمازش باز باطل است. بعد از این هفتمینش سجده. در سجده پیشانی، بینی و 2 کف، 2 دست رو، 2 زانو و اطراف قدم، هر 2 قدم رو به قبله گرداندن، به زمین رساندن. البته چی است؟ این سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله است که باید انجام داده شد. امرتو ان اسجد بسبعه اعظم آمده است. هشتمینش بالا شدن از سجده. نهمینش نشستن در بین 2 سجده. دهمینش طمأنیه، یعنی سکون و آرامی در هر یک رکن. در همه این رکن هایی که گفتیم همین را به آرامی انجام دادن، نه به شتاب. 11 رکن که
به فراموشی هم اگر ترک شود این رکن ها البته نماز رو باطل میکند. سجده سهو برای ترک رکن وجود ندارد. تشهد اخیر، تشهد اخیر اگر نماز 2 رکعته باشد همون تشهد، نماز 4 رکعته باشد تشهد دوم. هر یک نمازی که تشهد اخیرینش کدام باشد 2 رکعته یا 4 رکعته در همون تشهد اخیرش هم تشهد اخیر رکن است، ترکش البته جایز نیست. 12 نشستن برای تشهد. البته همین تشهد اخیر خودش نشستن است، خوندن است و 2 سلام دادن اگر به یک طرف سلام تهید هم البته جایز است. اگر به طرف راست سلام تهید به طرف چپ به ناگاه ندهید هم رکن 1 سلام است. البته 2 سلام دادن آمده است، اما بعضی از علما از نماز بر آمدن رو فقط 1 سلام هم میگن. خیلی که در نماز جنازه 1 سلام میدهید از نماز جنازه میبرید، این چنین در نماز هم 1 سلام دهید از نماز بیرون میشوید، لیکن 2 سلام افضل است و 2 سلام این واجب است. 2 سلام واجب است. کسی که سلام دوم رو نمیدهد واجب رو ترک کرده است. و ترتیب ارکان، همین رکن هایی که ذکر شد همین رو به ترتیب انجام دادن. مثلا کسی رکوع نکرده به سجده رود، سجده نکرده به تحیات شیند و غیر ذلک ترتیب رو ویران کند، البته نماز باطل می شود و سجده سهو در اینجا هیچ فایده نیست. پس این رکن ها است که معروف شد که برای رکن در حالت ترک رکن سجده سهو هیچ درست کرده نمیتواند، فقط نماز رو از گشته از سری نو میخوانید. دومین قسم نماز که این واجبات نماز است که این رو علما 8 تا ذکر کردن. یکمش تکبیر در غیر تکبیر احرام است، یعنی اولین تکبیر نماز الله اکبر که به نماز داخل میشد این رکن است، اما در غیر این به رکوع رفتن، از رکوع بالا شدن، به سجده رفتن، از سجده بالا شدن، این همه تکبیرهایی که گفته میشد این تکبیرها واجب است. اگر به ناگاه ترک کنید سجده سهو میکنید و نماز شما درست است. و گفتن سمع الله لمن حمیده برای امام و برای منفرد واجب است. البته بعضی از اختلافات وجود دارد برای منفرد، لیکن علما به واجب ذکر میکنند. و گفتن ربنا ولک الحمد واجب است برای مقتدی. و گفتن سبحان ربی العظیم اقلا 1 مرتبه در رکوع، گفتن سبحان ربی الاعلی 1 مرتبه کمترینش در سجده، و گفتن رب اغفر لی بین 2 سجده، تشهد اول و جلوس در بین 2، یعنی نشستن به تشهد اول. البته اینها واجب است، نشستن تشهد اول و نشستن به تشهد اول اینها همه واجب است. اگر یکی از این چیزها گفته ترک شود از این 8 تا انسان سجده سهو میکند و نمازش نماز است. سومین قسم نماز این سنت های نماز، سنت های قولی، سنت های سخنی نماز که این را علما 11 تا ذکر کردن. یکمینش سخنی بعد تکبیرت الاحرام، یعنی دعایی که بعد از تکبیر احرام در اولی نماز گفته میشد. مثلا وقتی که الله اکبر میگوید به نماز میدارید چی دعا میکنید؟ معروف است که سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك، یا که الله اکبر کبیرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا و غیر ذلك. اللهم اني وجهت وجه فطر السماوات والارض، یعنی دعاهای گوناگونی که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله ثابت است. این رو میگن که دعای استفتاح، دعای طلب کشودن نماز، یعنی بعد از الله اکبر گفتن این دعا رو خوندن. این سنت است، اگر ترک کنید نماز هیچ یعنی ناقصی نکرده است. البته اجر و ثواب کم است، اما نمازتون باطل نیست. سجده سهو هم نمیکنید، نماز درست است. بعد از این سنت دوم که قولی هست تعوذ، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گفتن. سومینش بسم الله الرحمن الرحیم گفتن. و بعد از این گفتن آمین بعد از سوره خوندن سوره فاتحه. پنجمینش قرائت سوره بعد از فاتحه، یگان سوره و ضم سوره بعد از فاتحه. ششمینش بلند خوندن امام. البته بعضی از علما این رو میگن که البته پست و بلند خوندن در حالتهای پست و بلند خوندن این واجب است، یعنی در نماز بامداد و در نماز مغرب و خفتن بلند خوندن و در حالتهای پست خوندن البته واجب است میگن بعضی از علما، و بعضی از علما سنت است، فی اختلاف. پس سنت دیگر، سنت قولی، تسبیح رو در نماز زیاد کردن. در رکوع مثلا سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، و در سجده سبحان ربی الاعلی رو زیاد کردن، زیاد گفتن.
2 بار و 3 بار تا 10 بار بردن که سنت سهش 10 بار است. سه قول سه اومده است که 10 بار است. پس این چنین تسبیح رو زیاد کردن در سجده و از 1 بار زیاد دعا کردن رب اغفر لی در سجده، در بین 2 سجده رب اغفر لی زیاد کردن هم سنت است. پس صلات یعنی بر رسول اکرم صلی اللهم صل علی محمد و علی محمد اللهم بارک علی محمد و علی محمد، این سنت قولی بعد از تشهد. البته بعضی از علما واجب میگن لیکن راجع سنت است که این سنت های قولی بود. اما سنت های فعلی، سنت های جسمی به مانند برداشتن دست، رفع الیدین در تکبیر احرام، در اول نماز الله اکبر گفتن نماز رو سر میکرد، دست برداشتن دست، برداشتن دست در حالتی به رکوع رفتن، برداشتن دست رفعیدن در حالت از رکوع برداشته شدن و برداشتن دست در حالت از رکعت دوم به رکعت سوم خستن از تشهد. پس بارک الله فیکم، دست رو بالای دست، دستی راست رو به بالای دست چپ گذاشتن و یکش رو به بالای دیگرش گذاشتن، به موضع سجده نظر کردن و در حالت سجده کردن پای رو به پای رسانیدن. یعنی وقتی که سجده میکنید پای انسان نباید از همدیگر جدا و وسیع باشد، بلکه پای به پای همدیگر رسد کنی، پای به پای رسیدن. در حالت رکوع زانو رو سخت قپیدن، یعنی زانو رو قبضه کرده گرفتن، با همین انگشت ها زانو رو گرفتن و به زمین در حالت به دست رسیدن. البته اختلاف وجود دارد به زانو میرسد یا که به دست. البته قول صحیح که ما اختیار میکنیم والله اعلم فیه اختلاف، به زانو به زمین رسیدن و افتراش کردن در سجدتین در جلوس و دست ها رو به فخذان پا گذاشتن و به طرف راست و چپ نگاه کردن در حالتی که سلام میدهید و بعضی از این چیزهایی که ما اینجا ذکر کردیم. البته اختلاف در بین علما وجود دارد، اختلاف وجود دارد که البته در حلقه های انشاءالله باب نماز به شما ذکر میکنیم. و عموما این واجبات و رکن و واجبات و سنت قولی فعلی از نماز بود. بارک الله فیکم. با همین این مسئله رو به پایان میرسونیم و به شما بار دیگر میگیم که رکنهای نماز 14 تا، واجباتش 8 تا و 14 تا سنتی قولی و 25 تا سنتی فعلی که بعضی